اکنون بیاد قرضهای رسمی که حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است از کشورها، از بانکها و از ساختارهای تجارتی جهان و خارجی چقدر داریم. سال 2014 مجموع قرضهایی که تاجیکستان داشت همگی 27% مجموع محصولات داخلی رو تشکیل میداد. شما تماشاگران محترم یک رقم رو باید در یادتان همیشه ماند. از روی حساب کتاب‌های ساختارهای بین المللی یک حدی نهایی هست. اگر حجم قرضها، فایز قرضهای خارجی با 30% مجموع محصولات داخلی یک کشور برابر شد، این نوکه بانگ خطر است. اینو میگن آگاهی به آنکه کشور در عرفه بانکرات یا مفلس شدن قرار دارد. اگر که 35 رسید، این علاقه خطی سرخ، یعنی که یک آگاهی آخر داده می شد. اگر 40% رسید، معنی اون رو دارد که این کشور دیگر با اصطلاح روسی از لحاظ کردیتسپاسابنوست، یعنی که بازگرداندن قرض ندیسپاساب نیست می شود، یعنی قابلیت بازگرداندن قرض را این کشور از دست میدهد. این کشور اگرچه اعلان رسمی هم نکنن، عملا همچنین کشوری مفلس یا بانکرات حسابیده می شود و مناسبت بانک های جهانی، مناسبت سرمایه گذاران به این کشور کاملا تغییر میکند و تاجیکستان در سال 2017 علاقه قرض خارجیش در مقایسه با مجموع محصولات داخلی به رقم 51% رسیده بود. یعنی ما علاقه مرز 40 را بر وقت عبور کردیم و در سال 2019 با اون حجم قرضهایی که تاجیکستان دارد و حکومت نیت دارد باز قرضهای دیگر بگیرد، فایز قرض ما در مقایسه با مجموع محصولات داخلی احتمال دارد که از مرز 60% هم بگذرد. این چه معنی دارد؟ اگر به زبان ساده بگیم، این معنی را دارد که دیگر تاجیکستان از طرف دایره‌های مالیوی جهانی همچون یک کشوری که بر بالای پایهای خودش استوار ایستاده است از لحاظ مالیوی و اقتصادی اعتراف نخواهد شد. با او اگر کمک هم کنند، کمک‌های تکنیکی، گرانت‌ها داده می شود یا قرض‌های داده می شود که آن با شرط‌های خیلی سنگین و خیلی وزنین خواهد بود. و کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنند، سرمایه گذاری عادی و مستقیم، طبیعی است که با چون یک کشوری ورشکسته و مفلس شده رو نخواهند آورد. من این حالا هیچ بها یا تحلیل نهایی نخواهم کرد، خلاصه‌گیری رو به شما واگذار میکنم، تنها در اساس فکت و رقم ها صحبت کنیم.